مرد با تمام آواز فریاد میکرد: ای امیر المؤمنین، به دادم برس و قصاص مرا از فلان ستمگر که در حق من ظلم را روا دیده است بستان. عمر رضی الله عنه با دره در دستش بوده به سر آن مرد زده به او گفت: عمر را دعوت میکنید و او برای شما پیشنهاد کرده شده است و هر وقت که من به کاری از کارهای مسلمان ها بند باشم مرا مشوش ساخته به دادم رس گویان می آید. مرد از این رفتار عمر رضی الله عنه به قهر آمده از نزد او ناراضی بازگشت. بعد چند عمر رضی الله عنه امر کرد که آن مرد را به نزدم حاضر گردانید. دیری نگذشته مرد را حاضر گردانیدند. عمر رضی الله عنه دره اش را به دست او داده چنین گفت: از من قصاصت را بستان. مرد گفت: آن را از برای خدا و خاطر تو ترک میکنم. عمر رضی الله عنه گفت: این طور نمی شود. قصاصت را یا به خاطر خدا ترک میکنی و پاداشت را میدهد و یا به خاطر من ترک میسازی و من از تو منتدار میشوم. مرد گفت: در این صورت آن را به خاطر رضای خداوند ترک میکنم. عمر رضی الله عنه گفت: اکنون برو. عمر رضی الله عنه بعد از این حادثه به خانه‌اش رفت و چون به منزلش وارد شد به نمازخوانی شروع کرد. 2 رکعت نماز خوانده بالای جای نماز نشسته خود به خود چنین گفت: ای ابن خطاب، تو خوار و ذلیل بودی، خداوند قدرت را بلند کرد. گمراه بودی، هدایتت کرد. بعد از آن تو را بر بالای مسلمانان معمور گرداند. پس مردی نزد تو دادخواهی آمد ولی تو او را زدی. فردا روز قیامت در نزد پروردگارت چی جواب خواهی داد؟ احنف رضی الله عنه که آنجا حضور داشت میگوید: عمر رضی الله عنه خودش را به حد سرزنش کرد که گمان کردیم که او بهترین شخص از اهل زمین است. وفرسانا بها متألقين فإن بساحة الهيجاء قوما بأردية التقى متوشحين أتينا والنفوس بها صفاء فلا حقد بغيض يعترينا أتينا نبتني للدين صرحا وبالتكبير نصر